میخوایم راجع به این حرف بزنیم که آیا واقعا بتمن داره دنیا رو نجات میده یا جوکر؟ من عرفانم و به چنل انیماترون خوش اومدید. اگه بخوایم از زاویه کلاسیک نگاه کنیم، بتمن نماد کنترل قانون و نجات مردمه. اون تلاش میکنه مردم رو از خطر نجات بده و جلوی جنایت رو بگیره و یه گاتام بهتر بسازه. ولی از یه زاویه دیگه نگاه کنیم، جوکر داره مردم رو بیدار میکنه. اون میخواد نشون بده که جامعه فاسده، آدما نقاب دارن و گاهی اوقات نجات واقعی یعنی فرو ریختن این نقاب ها. تو بعضی داستان ها حتی میبینیم مردم دارن با جوکر همدلی میکنن، بهش کمک میکنن، چون حرفاش واقعی به نظر میاد، هرچند اگر روشش اشتباه هم باشه. پس به نظر من بتمن روش نجات دادنش اشتباهه، چون با اینکه خیلی من فن بتمنم هستم ولی واقعا روشش رو دوست ندارم. ولی جوکر مردم رو نجات میده، یا حداقل فکر میکنه که داره این کارو میکنه با ویران کردن دنیای دروغی مردم. خب بریم سراغ این که جوکر داره چی کار میکنه. اون داره به مردم میگه ببینید کل این سیستمی که توش دارید زندگی میکنید یه کلاهبرداری بزرگه، یه دروغه، یه بردگیه. تو از بچگی بهت گفتن درس بخون، نمره خوب بگیر، بری دانشگاه، یه کار خوب پیدا کنی، زن بگیر، قسط خونه بده، آخرش هم یه سنگ قبر. ولی هیچ کس نپرسید که تو اصلا اینو میخوای یا نه. و اگه نخوای چی؟ اگه بخوای مسیر خودت انتخاب کنی، سریع میگن طرف قانون شکنه، دیوونه است، کسخله و هزار جور حرف دیگه. ولی از این طرف جوکر با خودش میگه باشه من دیوونم، قانون شکنم، ولی لااقل راستشو میگم. من نمیخوام تو بازی کسی باشم، نه قانون، نه دولت، نه آدمایی که خودشونو پاک و با اخلاق جا میزنن. پس اینجای کار میبینیم که اون داره پرده ها رو میزنه کنار. میگه آدم وقتی تحت فشار میفته ذات واقعیشو نشون میده و این ذات با اون چیزی که تو اخبار و کتابای درسی گفتم فرق داره. تو حکومت ها رو ببین، همشون میگن واسه امنیت مردمن، ولی امنیت واقعی یعنی چی؟ یعنی یه سری قانون که از صبح تا شب مثل قلاده دور گردنت بستن. یعنی اگه یه ذره بخوای فرق داشته باشی ازت میترسن. جوکر میگه که من از این ترسو استفاده میکنم، ولی چون میخوام بیدارتون کنم. اون باور داره که جامعه مثل یه قفسه، همه میدونن که توی قفسن، ولی اونقدر براشون عادی شده که حتی دیگه تلاش نمیکنن فرار کنن. اون نمیخواد مردم رو خوشحال کنه، نمیخواد قهرمان باشه، فقط میخواد حقیقت تلخ رو بیان بکنه، حالا به هر روشی. میخواد بگه که تویی که برده‌ای، تو فقط داری زندگی میکنی طبق برنامه‌ای که یکی دیگه برات نوشته. کارهای جوکر جنون آمیزن، آره، خطرناکن، آره قطعاً، ولی پشتش یه منطق تلخه. اگه سیستم فاسده چرا باید از قانونش پیروی کنیم؟ حالا همه این بحثایی که کردیم فقط برای دنیای کمیک بود و تو دنیای واقعی همچین چیزی وجود نداره. فقط میخواستیم ببینیم که اگه بتمن و جوکری وجود داشت کدومشون به نفع مردم بودن. شما هم نظراتتون رو توی کامنت ها بگید. به نظر شما بتمن کار درست رو داره میکنه مثلا توی دنیای واقعی یا جوکر؟ مرسی که تا انتهای ویدیو رو نگاه کردید و همراه ما بودید. اگه خوشتون اومد لایک کنید.